و شما سیامک دهقانپور هستم و این ویژه برنامه صدای آمریکا سیستان و بلوچستان سرزمین رستم و خدانور است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان در پیامی به مناسبت سال نو گفت: امیدوارم در سال جدید فقر، بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت ببندد، زندانیان سیاسی آزاد شوند و ملت شریف ایران جایگاه شایسته خود را در جهان باز یابد و به خواسته‌های برحق خود برسد. در حال حاضر دست کم برای 6 جوان بلوچ به دلیل شرکت در اعتراضات حکم اعدام صادر شده، اما زاهدان هر جمعه صحنه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی است. منصور هوت 27 ساله فرزند کمال خان هوت شاعر و از خوانندگان موسیقی مقامی بلوچ یکی از جوانان زیر خطر اعدامه. در آستانه سال نو ویدئوی تازه‌ای از رقص خدانور از کشته شدگان ماه‌های اخیر به اشتراک گذاشته شد. در شاهنامه هنگامی که کیخسرو قصد لشکرکشی علیه افراسیاب و گرفتن انتقام مرگ سیاوش رو داره، فردوسی در توصیف دلاوری بلوچ‌ها میگه: سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ مانند قوچ، که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. از شما پرسیدیم آیا ادامه اعتراضات در زاهدان شما را با ویژگی‌های فرهنگی سیستان و بلوچستان بیشتر آشنا کرده؟ 89% گزینه بله را انتخاب کردن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه‌های شما چه آماده کرده. روزیتا. سیامک، بخش مشترک پیام‌های دریافتی اشاره همراهان به همبستگی و شجاعت مردمان سیستان و بلوچستان بود. حسین در توییتر به یعقوب لیث صفاری و شجاعت و سرخم نکردن در برابر زور اشاره کرده. رویا در اینستاگرام هم به همین موارد اشاره کرده و میگه مصمم، با اراده، همچنان مقاوم و شجاع که با تمام سرکوب‌ها تلاش کردن سنتاشون رو حفظ کنن. به رقصشون اشاره کرده که در این مدت باهاش آشنا شده. بشنویم اولین بخش از پیام‌های صوتی که به مناسبت اولین برنامه نوروزی همه پیام‌های صوتی این هفته هم با موسیقی بلوچی همراهه. بخشی از کلیپی با موسیقی نسیم هوت رو ببینیم و بشنویم. فرهنگ سیستان و بلوچستان خیلی غنی هستش، خیلی استان با اصالتی هستن. چیزی که توی این 6 ماه نظر منو جلب کرده همبستگی و اتحاد بین قوم‌ها و طایفه‌های این استان هست که باعث شده که خودشون رو در مقابل دشمن، در مقابل خطر بیمه کنن و غیرتی که روی هم دارن، یعنی پشت همو خالی نمی کنن. واقعا ستودنیه این غیرت و همبستگیشون. من به شخصه به خاطر شغلی که دارم خیلی سفرها میکنم توی ایران، به شهرهای مختلفی رفتم. یک چیزی که واقعا بلوچا خیلی بهش معروفن، من به شجاعتشونه که من واقعا تحسینشون میکنم. زندگی با بلوچستان، زندگی با بلوچستان، زندگی با بلوچستان، زندگی با بلوچستان. آریان ریسباف همکارم که اهل سیستان و بلوچستان در طول برنامه امشب با ما هست. آریان خیلی خوش آمدی، خوشحالم که فرصت گذاشتی بیای. یه توضیح بده ابتدای برنامه که موسیقی که در فرهنگ ما ایرانی‌ها نقش پررنگی داره، در بسیاری از ملت‌ها همینطور هست، در فرهنگ بلوچ چه جایگاهی داره فرهنگ بلوچی؟ درود بر تو سیامک، خوشحالم که در برنامه تو هستم و در کنار تو. ملودی‌های موسیقی بلوچستان عموماً به مراسم آیینی وابسته هستند و عمده این آیین‌ها از دل مراسم مذهبی، جشن‌ها یا عیدها بیرون میان. آیین‌های مذهبی مهم در بلوچستان عبارتند از گواتی، مراسم وجد و خلسه، پیر پتر، سوگ، مجالس ترحیم و مهمترین جشن‌ها مراسم عروسی، آیین‌های مربوط به زایمان و تولد نوزاد، ختنه سوران، برداشت خرما یا هامین و برداشت گندم. لیکو و زهیروک دو فرم آوازی و صوتی هستند. این آوازها در هنگام هجران و دوری از عزیزان خوانده میشه، عموماً با ساز قیچک همراه میشن. لیکو بیشتر در منطقه سرحد واقع در شمال بلوچستان و زهیروک در منطقه مکران رایجه.
متک یا متگ آوازی برای مراسم ترحیم، شعر، اشعاری با مضامین حماسی و حوادث تاریخی. این سنت آوازی سهم بزرگی در حفظ رویدادهای تاریخی در حافظه مردمان بلوچ داره. از مهمترین هاش میشه به جیهند خان و دادشاه، عزت و مهروگ و شهرمرید و هانی اشاره کرد. برسیم به گواتی، یکی از معروفترین نغمه‌های موسیقی بلوچستان. گوات به معنای باده و در باورهای مردمان بلوچ وقتی روح پلیدی شخصی رو تسخیر میکنه یا باد به سرش میفته، از این موسیقی در مراسم آیینی برای درمانش استفاده میشه. یکی از نغمه‌های موسیقی بلوچستان که تقریباً در حال فراموشیه، پیر پدتره. تیتروار به نازینک، صوت سپت و از این شبتاگی و لردو لردو اشاره میکنم در جریان جشن جنبش زن، زندگی آزادی و عزاداری خانواده‌های کشته شدگان جمعه خونین زاهدان. مادران داغدار زیادی از موتگ برای مویه و ابراز احساساتشون استفاده کردن. ویدیوهاش در شبکه مجازی پخش شد. مهمان این بخش از برنامه رستم میرلاشاری، خواننده، نوازنده و آهنگساز اهل زاهدان و لاشار سیستان و بلوچستان هستند. ایشون ساکن سوئدن. آقای میرلاشاری آثار بسیاری به بلوچی، فارسی و کردی ساخته و اجرا کرده. رستم میرلاشاری تحصیل کرده کالج سلطنتی موسیقی استکهلم و در همین دانشگاه هم فعالیت داره. ایشون به پرنس موسیقی بلوچی شهرت داره. آقای میرلاشاری خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید برای این گفتگو. میدونم که همیشه سرتون شلوغ هست برای اجراها و کارهای مختلف، برای همین مطمئنم که بینندگان صدای آمریکا بسیار خوشحالن از دیدن شما در تصویر. اگر اجازه بدید قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم میخوام یه بخشی از کاری رو که شما اخیراً اجرا کردید با پدرام شهلایی رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد گفتگو رو با هم شروع کنیم. سپاس. با کاروان روان شد تنها به در نمونی دمور لسه شدم مرو شدم سنگره بیکوا بو کشوه سنگو دلم سوگره یا هم سفر اندرکن اشتا و تا ممانی من کاروان گونگم دورا و تا ممانی سرعت زمان رو گر همراه زمانی جامم دهی عمری غافل شوی نمانی یا اولین دلاور من وطار یکن جن جن بیا مواقع با مردمان لندن تکشن بو رزگاری نشی ظلم و بیداری کنبین بو سربستی بو جنجیان آزادی بو جنجیان آزادی. آقای میرلاشاری، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی چه تأثیری بر شما به عنوان یک موسیقیدان گذاشته و اگر امکان داره توضیح هم در مورد این همکاری با پدرام شهلایی بدید؟ بیش از هر چیز میخواستم درود عرض کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان صدای امریکا و آرزو کنم که به هر حال این بهار به همه مردم ایران انرژی بده، گرما بده و امید رو افزون بکنه برای تلاششون جهت دستیابی به خواسته های انسانیشون. و اجازه بدید از همینجا ابراز همدردی بکنم با همه خانواده هایی که عزیزانشون رو چه در این جنبش زن زندگی آزادی و چه قبل از اون از دست دادن در ستیز و مقابله با نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران. ببینید، انقلاب زن زندگی آزادی به هر حال تداوم تلاش‌های تاریخی توی این دوره 44 سال ملت ایران برای بازپس گرفتن حقوق فردیشون، بازپس گرفتن حقوق سیاسیشون، اجتماعیشون و فرهنگیشون بوده. این جنبش از یک زاویه، از یک نگاه متفاوت میشه، متمایز میشه با بقیه این تلاشایی که توی ظرف این سال اتفاق افتاده و اون این که
جامعه زنان ایران درش نقش بسیار جدی داشتن و این نقش به حدی برجسته بوده که این خیزش، جنبش یا انقلاب موجود در ایران رو نه تنها متمایز با آنچه که در گذشته در ایران اتفاق افتاده کرده، بلکه در منطقه و در جهان هم به عنوان یک نمونه بسیار متفاوت به هر حال بیان کرده خودشو. و من بسیار متأثرم از این سمتی که در واقع توی این دوره در این جنبش عدالت‌جویی مردم ایران به خودش گرفته و متأثر شدم بیشتر از این بابت که نسل جوان در واقع جامعه ما دهه حالا 80 ها به طور ویژه یک تلاشی رو صورت دادن که اون تلاش در واقع گوهر اتحاد رو در جغرافیای بزرگ ایران که به هر حال به دلایل بسیار زیادی که در رأس اونها سیاست‌های خود جمهوری اسلامی بوده، جامعه ایران رو دچار یک پراکندگی از همگسیختگی کرده بودن. این از همگسیختگی با هوشمندی تعدادی از رهبران سیاسی ایران در داخل ایران به طور ویژه از جمله مولانا عبدالحمید اسماعیلزئی و بقیه فعالان مدنی و سیاسی و این جمعیت جوان ایران در واقع این نقصان رو در واقع سعی کرد که بپوشونه و به ما امکان بده، به مایی که از یک نسل قدیمی تر هستیم و حتی به آیندگان که بدونیم که اتحاد گوهریه که باستی بهش دست بدیم و تلاش بکنیم که سختی ها رو در واقع با این اتحاد حل فصل بکنیم. و در کارهای منم به هر حال میدونید من نمیتونم بگم که من این کارها رو در گذشته انجام ندادم، نه، از گذشته هم به هر حال توی همه کارهای من به نوعی شما آرزوهای خودم رو برای یک ایران روشن، ایرانی که درش آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی انعکاس داده میشه رو قبلا هم در کارام داشتم، ولی به هر حال توی این دوره هم به طور ویژه تلاش کردم با دوست بسیار نازنینم پدرام شهلایی و آرتیستای دیگه‌ای که به هر حال توی این فاصله باشون کار کردم به طور ویژه برای این دوره هم کار ارائه بدیم، از جمله همین ترانه ژنجیان آزادی که شما الان شنیدید. تلاش کردیم که به هر حال به سهم خودمون، اون کرد زبان است به لحاظ زبان مادری و من بلوچ زبان هستم به لحاظ زبان مادری، ولی در عین حال زبان پارسی زبان مشترک همه ماست و تلاش کردیم که ما ضمنی که اظهار کردیم حکایت دلمون رو، ولی به هر حال هوشمندانه از این سه عنصر در کنار هم دیگه استفاده کنیم. بسیار عالی. همطور که اشاره کردید شما اجراهای مشترک متعددی با خواننده‌های دیگر یا نوازنده‌های دیگر داشتید. بخشی از این کار مشترک دیگرتون رو با شاهین نجفی با هم ببینیم. آقای میرلاشری، من خودم واقعا در این چند وقت خب شما رو به هر شکل دهه هاست مردم دوست دارن، کاراتون رو گوش میکنن، ولی خود من برای این برنامه که این روزها به ویژه کاراتون رو مرور میکردم واقعا یک حس عمیق و عجیبی است که در آدم زنده میکنه و بسیار لذت بخش و شنیدنی است. مطمئنم از بعد از دیدن مصاحبه بسیاری از علاقه‌مندان شما